چرا در آخرالزمان تشخیص حق و باطل سخت می شود؟ آخرالزمان دوره‌ای پر از فتنه‌ها، ابهامات و امتحانات سخت معرفی شده که تشخیص حق و باطل دشوار می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: از جمله نشانه‌های قیامت ظهور فتنه‌های بزرگی است که در آنها جدایی حق از باطل مشکل می شود. این دشواری تشخیص حق از باطل به دلایل ذیل می تواند باشد: آمیختگی حق و باطل. فتنه‌ها در قالب حق و کارهای نیک عرضه می شود تا مردم را فریب دهد. پیچیدگی. سیستم دجالی با استفاده از تحلیل‌های گمراه کننده و جریان‌های انحرافی تشخیص مسیر درست را سخت‌تر می‌کنند. وارونه شدن ارزش‌ها. مفاهیم اخلاقی از طریق تبلیغات رسانه‌ای وارونه جلوه داده می‌شوند. اکثر مفاهیم باطل با پالایش و رنگ زیبا آراسته شدن به عنوان یک ارزش در میان جوامع تبلیغ می‌شوند. منافع شخصی. برجسته‌سازی منفعت در نظام سرمایه‌داری حاکم سبب شده است دلبستگی به مال و مقام چشم بصیرت انسان را کور کرده و باعث شود حق نادیده گرفته شود. ده‌ها و صدها دلایل دیگر نشان می‌دهند که چه بخواهیم یا نه، به نحوی این باطل‌ها با القاب زیبا و فریبنده به عنوان ارزش و فرهنگ در میان ما جا باز نمودند. و نه تنها اینکه از تشخیص آن عاجز مانده ایم، غرق در این باطل‌ها شدیم. برای تماشای ویدیوهای آخرالزمانی، رازآلود و اسلامی، حتما چینل یوتیوب فائزون را سابسکرایب کنید. ویدیو را لایک و شیر نموده و نظریات خود را با ما شریک سازید.